من یک ساعته برنجی قدیمی هستم. 70 سال وقت این خانه را نگه داشتم تا امشب. امشب که صاحبم ادوارد وینتر را دقیقاً روبروی من خفه کردند. بوی کنیاک و ترس را هنوز در چرخ دنده هایم حس می کنند. حلقه ازدواج با نگین زمردش. اما موی سیاه و بلند که مال اون نبود. جای پاشنه‌ای باریک در شراب ریخته. دندانگازهای عصبی روی سیگار. قرارداد لغو شراکت پاره شده و خدمتکار پیر هانری که مشغول پاک کردن یک قلمگیر نقره‌ای است، درست زمانی که همه باید خواب باشند. 3 سایه، 3 دروغ، 3 داستان مختلف از یک قتل. اما من این ساعت فقط یک حقیقت را می‌دانم. ادوارد وینتر 7 دقیقه پس از نیمه شب دیگر نفس نمی‌کشید. و یکی از این 3 نفر در حالی که من تماشا می‌کردم داشت نقشه بعدیش را می‌کشید. اگر به این داستان‌ها علاقه‌مندی کانال من رو سابسکرایب کن.